ترش کباب گیلان با این سس غلیظ و جذاب و این پیازهایی که همیشه هم سرشون دعواست یکی از ساده ترین غذاهای شمالیه که البته بازم هیچ ربطی به کباب نداره، ولی با من بهنام رستمی همراه باشین تا یک غذای خیلی ساده شمالی به همین جذابیتی که میبینید رو یاد بگیرید. اولین کاری که میکنیم تا یه مرغ سرخ شده به همون خوشرنگی که دیدین داشته باشیم اینه که تیکه های مرغ رو به نمک و فلفل و زردچوبه آغشته میکنیم و همه جای مرغ که به ادویه آغشته شد روغن رو میریزیم توی قابلمه که من از روغن کنجد 100% خالص فروشگاه کوکپک استفاده میکنم و توصیه میکنم شما هم برای سلامت خودتون حتما این کار رو انجام بدید. حالا تیکه های مرغ رو در حدی سرخ میکنیم که کمی طلایی بشن و علاوه بر خوشمزه تر شدن حین پخت وا نرن. بعد رب گوجه فرنگی خوش رنگ و خوش طعم کوکپک که بدون مواد افزودنی هم درست میشه رو کنار مرغ‌ها کمی تفت میدیم تا به اصطلاح رنگش آزاد بشه. برای داشتن طعم و رنگ قوی‌تر رب گوجه فرنگی همیشه اول کمی رب رو تفت بدیم. حالا چند تا پیاز رو از وسط یه برش میزنیم و به قابلمه اضافهش میکنیم. بعد آب میریزیم روشون و در گمج رو میذاریم تا 45 دقیقه بپزن. توی این مدت هر چقدر میتونین سیب زمینی سرخ کنین که کنار ترش کباب عالی میشه. و بعد از 45 دقیقه بیاین سر وقت خورشت و برای چاشنی آب قوره بهش بزنین و یه ربع به بعد مرغ‌هایی رو که توی خورشت کاملا پختن خارج کنین و توی روغن با حرارت خیلی کم دور تا دورشون رو آروم آروم سرخ کنین تا به این رنگ جذاب برسید. به به به. حالا بادمجونای سرخ شده و آماده فروشگاه کوکپک رو هم که میبینید چقدر یک دست و یک اندازه سرخ شدن به آب خورشت اضافه میکنیم تا 10 دقیقه توی خورشت طعم بگیرن و بپزن. گوجه ها رو هم از وسط نصف میکنیم و برای سرو کنار غذا سرخشون میکنیم و تمام. این از آب خورشت و پیازهایی که امیدوارم به هر کس یه دونه برسه و دعواتون نشه سرش، چون حسابی طعم گرفته و همه عاشقش میشن. اینم از مرغ‌های سرخ شدمون و تمام آیتم های این غذا که به صورت جداگانه سرو میشن. مرغ رو که چیدیم بادمجونای سرخ شده رو میذاریم کنارش، گوجه های سرخ شده رو هم میچینیم اون وسط و اینم از آب لذیذ ترش کباب و سیب زمینی سرخ کرده. امیدوارم خیلی زود درستش کنید و از خوردن این غذای شمالی در کنار عزیزانتون لذت ببرید. و بهشت زیر دست آشپز هاست و بس نوش جانت. و برسیم به مقدار مواد لازم ترش کباب گیلانی برای 4 نفر. مرغ 4 تکه، رب گوجه فرنگی 2 قاشق غذاخوری سرپر، پیاز متوسط 3 عدد، بادمجون 4 عدد، گوجه فرنگی 4 عدد، آبگوره نصف فنجون، سیب زمینی به مقدار دلخواه و نمک و فلفل و زردچوبه. خیلی ممنونم که تا اینجا با من همراه بودین. برای حمایت از من و دیدن آموزش های بیشتر میتونید این صفحه رو سابسکرایب کنین و زنگوله بغلش رو هم فعال کنین تا یوتیوب آموزش های بعدین رو هم به شما نشون بده. خیلی ممنون از همراهیتون. تا یه آموزش خوشمزه و جذاب دیگه، فعلا خدا نگهدار و خیلی مراقب خودتون باشید.